تصور کن فقط با نزدیک کردن یه جاسوجی به یه گوشی پیج اینستاگرامت باز بشه. حالا فکر کنم میتونه یه تبلیغ هوشمند باشه که تو خودت بسازیش با پرینتر خونگیت. سلام، من رضا داسی هستم. خوش اومدیم به کانال تیردی پرشین. توی این ویدیو بهتون نشون میدم چجوری یک جا کلیدی تگ اینستاگرام بسازید. یه ایده خاص برای بیزنس هایی مثل سالن های زیبایی، ناخنکارا، بوتیک ها و حتی فریلنسرها. من همه مراحل رو با چند ابزار ساده انجام دادم. خودت هم میتونی از همین امروز شروع کنی. تنها چیز اضافه‌ای که نیاز داری از این برچسب‌های تگ NFCه که به راحتی میتونی از تو اینترنت تهیه کنی و قیمت خیلی پایینی هم دارن. خب اولین چیزی که ما نیاز داریم عکس خود اینستاگرام که از اینترنت میگیریم که بذاریم پشت کار. من اینجا از نرم افزار راینو استفاده میکنم و اون عکس رو ایمپورت میکنم توی پورت راینو. حالا من چون میخوام ابعاد کارم 3 سانتونیم در 3 سانتونیم باشه، یه لاین میکشم 3.5 در 3.5 35 در 35 میلیمتر ببخشید که بشه 3 سانتونیم در 3 سانتونیم که این لاین بشه رفرنس کارم و سایز عکسو با اسکیل 2 بعدی بر اساس اون رفرنس هم که اون لاینم بود اسکیل میکنم. اپاسیتیش هم بیشتر میکنم تا یه مقداری شفافیت داشته باشه تا من پشت کار رو بتونم ببینم. راندد رکتنگل یک رکتنگل گرد میکشم تا گوشهاش گرد بشه و حالا این اندازه 35 در 35 هم بهش میدم. گوشهاش هم اندازه اون رفرنسمون که عکسمون هست گرد میکنم، میارمش روی دقیقاً مرکز کار که رو خود عکس بیفته. یک اکسترود 4 میلیمتر بهش میدم که ارتفاع اصلی بشه 4 میلیمتر. این دفعه با خود رکتنگل یه رکتنگل میکشم و با فیلت اج گوشهاشو فیلت میدم اندازه 8. همه گوشه ها رو به هم اندازه 8 فیلت میدم. یه آفست اینا رو جون میکنم و بعد یه آفست بهشون میدم که اون قسمت پایینیش هم شکل بگیره. دوتاش انتخاب میکنم و از نمای روبرو 4 میلیمتر میارم بالاتر تا بیاد رو سطح کارم. حالا یک اکسترود بهش میدم اندازه 2 میلیمتر چون میخوام که این قسمت های کار 2 میلیمتر اندازه داشته باشم. یه سیرکل میکشم، دوباره آفست بهش میدم، دوباره دوتاش انتخاب میکنم، دوباره 4 میلیمتر میارم بالاتر و دوباره یک اکسترود 2 میلیمتر. دوباره یک سیرکل دیگه این قسمت. یه مقدار جابجاش میکنم که دقیقا روی شکل قرار بگیره. دوباره 4 میلیمتر میاد بالاتر و باز هم 2 میلیمتر اکسترود میشه. خب متسازی کلیش که تمام شد. حالا لازمه که ما لباش یه مقداری فیلت بدیم تا یه کمی قشنگتر بشه و حالا توی پروسه پرینت هم یه مقداری کار راحت تر باشه. من گوشه ها رو 1 میلیمتر دادم فیلت و لبه اصلی رو
و لبای دیگر رو سعی میکنم که مقداری کمتر باشه تا خطا نده، چون اگر خیلی زیاد باشه و لبا به هم برسه دچار مشکل میشه مدل. خب اینجا من 3/10 میدم و میبینی که لبا خیلی قشنگ فیلت شدن و یه طرح کلی قشنگی رو به ما دادن. حالا اگر میخواین که این تگ حالت جاسوجی داشته باشه، میتونیم حلقه رو براش درست بکنیم. یک سیرکل میکشیم به سایز 6 میلیمتر و یه سیرکل داخلی دیگه به سایز 3 میلیمتر و این دوتا رو اکسترود میدیم به سایز 2.5 میلیمتر که خیلی بلند نباشه که اون حلقه ها توش جا بشه. وقتی که اکسترودش کردیم، حالا هر جایی که دوست داریم حلقه قرار بگیره به سلیقه خودتون قرارش میدیم. با مدل اصلی بولیان میکنیم تا یکی بشه و اجهای اینم فیلت میکنیم. حالا این فیلت اجها بستگی به خودتون داره، ولی خب خیلی زیاد نمیتونید بکنید. و این هم از حلقه جا کلیدش. خب برای اسلایس کارمونم، برای جی کد گرفتنم از نرم‌افزار اسلایسر بامبو لب استفاده میکنم. نرم‌افزار فوق‌العاده عالی بامبو استودیو مال شرکت بامبو لبه و خب رایگان هم از خیلی خوبه. اون مدلی که اکسپورت کردیم اونجا ایمپورتش میکنم، اسلاس پلیتو میزنم و این شکل کلی لایه هاست. حالا من نیاز دارم که اون وسط یه حفره ایجاد بشه که بتونیم که اون چیزو بذاریم، اون تگو. اد نگاتیو سیلندر رو میزنم و یک سیلندری برای من میاره که حفره ایجاد میکنه توی مدل. این حالا بعدا یه ویدیو برای این تنظیمات و اینجور موارد بامبو میذارم براتون، خیلی امکانات جالبی داره. سایزشو میذارم رو 27x27 که مقداری بزرگتر از خود تگا بشه. ارتفاعش هم رو 1 میلیمتر میذارم. تگش 2.5x2.5 با برچسبش که برای که مقداری فضای اون حفره بیشتر باشه 2.7x2.7 گذاشتم که 2.7 سانتی متر که بتونه قشنگ جا بگیره. خب جاشم تنظیم میکنم که یه مقداری از کف کار بلندتر باشه که زیر رو سوراخ نکنه و از بالا هم که خب یه فاصله داشته باشه که لایه‌های بعدی رو بتونه پرینت بگیره. وقتی ارتفاعش رو تنظیم کردم دوباره میارمش رو وسط کار، وسط مدل. حالا شما اگر ببینید اسلایسو که زدم میبینید که اون وسط خیلی قشنگ یک حفره گردی ایجاد شده که اندازه برچسب تک اونست یه مقداری بزرگتر که بتونه برچسب قرار. حالا اون لایه‌ای که قرار استوب بشه، که قرار روی حفره پرینت بشه، من دستور پاس گذاشتم که پاس کنه که من بتونم برچسب بذارم و اون لایه‌ای که میخوام رنگ بعدی شروع بشه اون کد M600 رو دادم تا بتونه دوباره چنج فیلامنت رو انجام بدیم. خب میرسیم به قسمت هیجان انگیز چاپ. از همون ترفند چنج فیلامنت برای تعویض رنگ استفاده کردم، از پاس هم برای اون برچسب نفسی. اینجا میبینید که پاس شده به اون لایه که رسیده، حاضر رفته کنار و منتظری که من اون تگو بذارم. برچسبشو میکنم و میذارم وسط کار. این که برچسب گرد خیلی کوچیکه، اینا رو تو اینترنت سرچ کنید
قیمت زیادی هم نداره و وقتی برچسب گذاشتم پلی که میزنم دوباره شروع میکنه به پرینت گرفتن. دقیقاً از لایه‌ای شروع میکنه که روی حفره رو میخواد ببنده. بعد که پرینت برسه به اون لایه‌ای که من کد M600 رو زدم دوباره پاس میشه، میاد کنار و من اجازه میده که فیلامنت عوض کنیم به این محل رسه. فقط اگه یه مقداری پرینت رده شده به خاطر اینکه کم فیلامنت من کیفیتش پایین بود، چون خیلی وقت بود از این فیلامنت استفاده نکرده بودم از این رنگ و مقداری که تیکه ها رو رگه کرده. خب برای تنظیمات تگ NFC مون از اپلیکیشن NFC Tools استفاده میکنیم. اینجا سرچ میکنیم NFC Tools. وقتی بازش میکنیم میگه NFC تون غیر فعاله. از قسمت نوتیفیکیشن NFC رو فعالش میکنیم. اوکی. تب دوم رایت اد رکورد میزنیم. اینجا کلی امکانات داره بهمون میده که از متن بگیر، میل بگیر، آدرس بگیر، شماره تلفن، SMS، لوکیشن. و حالا ما تو این آموزش به آدرس اینستاگرام نیاز داریم، پس سوشال نتورک رو میزنیم. از اینجا اینستاگرام رو انتخاب کنیم. اینجا میگه لینک اون یوزرنیم تو بده. این پایین خودش آدرس رو کامل میکنه. اوکی میزنیم و رایت رو میزنیم و تگ رو بهش نزدیک میکنیم. وقتی که نزدیک میکنیم سبز میشه و اوکی میشه. این یکی از پروژه‌ای که نه تنها ساختنش لذت بخشه بلکه میتونه یه محصول واقعی برای فروش باشه. اگه تو پرینتر داری دنبال درآمدی، این تگ‌های شروع عالیه، مخصوصا برای کسب و کارهایی که دنبال تبلیغات خاصن. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردی. اگه از این سبک ویدیوها خوشت اومده حتما این کانال سابسکرایب کن. و حتما هم نظر بذار تا توی ویدیوهای بعدی تو بهم کمک کنی. خیلی ممنون. خداحافظ.